خیار و شیر با فواید بی‌نظیر و ترکیبات خاصی که دارد باعث می شود پوست سفت و درخشان داشته باشید. با جوش‌های صورت و خشکی پوست خداحافظی کنید. لایه بردار طبیعی بوده و چربی را از منافذ پوست خارج می کند. با ما باشید تا در ادامه این ویدیو طرز درست کردن و استفاده از این ماسک خارق‌العاده را یاد بگیرید. روش اول: مواد لازم: شیر و خیار. گام اول: خیار یا بادرنگ را رنده کنید. گام دوم: خیار رنده شده را با مقدار شیر مخلوط کنید. گام سوم: مواد مخلوط شده را خوب هم بزنید و با پنبه یا وسیله دیگری به صورتتان بزنید. بگذارید 15 الی 20 دقیقه بماند. روش دوم: مواد لازم: شیر و خیار. گام اول: خیار را پوست بگیرید و حلقه حلقه برش دهید. گام دوم: برش های خیار را در حدود 20 دقیقه داخل شیر بگذارید. گام سوم: برش ها را از شیر برداشته به مدت 1 ربع روی صورتتان بگذارید. گام چهارم: از شیر باقی مانده ظرف نیز با پنبه به صورتتان بمالید. بگذارید 10 الی 15 دقیقه روی صورتتان بماند.